سلام عرض کردم، مخلص شما موشکافم. دوستان هر وقت اوضاع علیگدا کشمشی میشه نمایش جمعه رو میسپره به حجت الاسلام سیب زمینی پشندی. بله منظورم همین یارو امامی کاشانیه. این دایناسور بیرک کارش اینه که بیاد یه روزه خونسا بخونه و یه شیره‌ای سر بسیجیا بماله و بره. اما این بار همین دایناسور به اصطلاح سلیم النفس هم نتونست خودشو نگه داره و سوتی رو داد. حالا عرض کنم درباره کشور خودمون. سال 88 یک مشکلی پیش آمد، بحثی شد راجع به ریاست جمهوری. اون میگفت آرا آمده مال تو نیست. این بحثی بود. خب این بحث یک چیزی در خیلی جهان پیش میاد، یکی میگه آرا مال منه، اعلام هم میکنه، تموم میشه میره، مال حالا هر کس هست، ولی حرفشو میزنه میره. ولی بحث به اینجا بسنده نشد. با کمال تأسف بحث وارد شد به دنبال اطلاعیه ها و اعلامیه ها و بعد هم دشمنان وارد شدند. حتی امریکا حمایت کرد، صهیونیست‌ها حمایت کردند، از بیرون دنبال کردند. یک دفعه یک مسئله بسیار جزئی تبدیل شد به یک فتنه در سراسر کشور. همین به همین سادگی یه بحثی پیش اومد و بعد تبدیل شد به یه فتنه در سراسر کشور. یعنی اقتدار نظام اینقدر پفکیه؟ آخه این چه ولی امر مسلمینیه که با یه بحث چارچرخش میره هوا و فتنه سراسری امامشو پریشون میکنه. دیدی سود زدی حاجی؟ دیدی سود زدی؟ طمع کرد بیگانه. در این طمع تنها راهی که وجود داشت کاری بود که ملت ایران کردن. نکته این مردم هوشیار بصیر چی وایسا بینم، وایسا چی گفت؟ طمع کرد بیگانه. در این طمع تنها راهی که وجود داشت کاری بود که ملت ایران کردن. نکته این مردم هوشیار بصیر. بازم که سانسور کردی تیویریش، بازم که سوتی طرف رو قیچی کردی. نگفتی موشکاف صدای اصلی یارو رو ضبط کرده؟ طمع بیگانه رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی متوجه کرد. طمع کرد بیگانه. در این طمع تنها راهی که وجود داشت کاری بود که ملت ایران کردن. 19 دی این مردم هوشیار بصیر. بفرما بابا، یکی این حاجی سودسودک رو از پشت تریبون بکشه پایین. آخه این مخملنگو چه به خطبه حماسه گلای ساندیس خور تو 9 دی رو میگه 19 دی. بعدم تیویریش سانسورش میکنه که مبادا موشکاف به ریشه یارو بخنده. گذشته از این مگه نگفتی فتنه سراسری کشور رو گرفته بود؟ خب اگه گرفته بود پس این ساندیسیایی که اسمشون رو گذاشتی ملت از کجا اومدن؟ از سراسر کره مریخ اومدن. تا اینجای کار ترس و لرز عظما از قیام و قاد زدن خودت تو این اوضاع و احوالو خوب برملا کردی. بحث داخلی بسه، حالا 2 جمله هم از سیاست خارجی نظام بگو ببینم کجای کارید. همین نامه ای که وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی به تمام وزرای دنیا نوشتن نسبت به این که ما مواضعمون چیست در برابر 5 به علاوه 1 ما چی میگیم، ما اون چه باید در این جهت توجه کنیم توجه کردیم، از حقوقمون کوتاه نمیایم، به اون چه باید و شاید که دنیا قبول داره از نظر قوانین عمل کردیم. ما طبق سیره امام راحل
و طبق فتوای مقام معظم رهبری نامه فدایت شوم ممجواد زخیمو میگی؟ همون که توش به دست و پا افتاده؟ خب یه هوا نامه رو تشریح کن ببینم دیگه چیا توش نوشته. این نسبتی که به ما میدهید، میگید شما میخواد سلاح اتمی بسازید، این دروغه، این کذب. دنیا هم میفهمه و فهمیده، بازم دنیا توجه کنه. هر اشکالی، هر اخلالی در مذاکرات جمهوری اسلامی با 5+1 پدید آید، تمام مسئولیتش برگردن خود 5+1، نه برگردن ایران. این نکته ای که است، نکته ایست مهم و این برخواسته است از همین قدرتی که در کشور وجود داره به حمدالله. ببین 5+1 منتظر همین خطبه تو بود. یعنی با این تهدیدی که کردی الان 5+1 شد 4-3، یعنی کار تمومه. به ولی فقیه که این هارت و پورتا رو چپونده تو دهن تو بگو بابا خیلی دیر جنبیدی. آخه دمرو افتادن که دیگه این عربده کشی ها رو نداره. نام پرونی تو باور کنی یا این فیگورا رو؟ جای این ادا و اطفارا برو تقویم تاریخ نظام رو یاد بگیر که به جای 9 دی نگی 19 دی. موشکار